به نام خداوند بخشنده. پسری به نام محمد در یک خانواده خیلی فقیر به دنیا آمد. پدرش کفاش بود و خودش هم از کودکی در دکان کفاشی کار میکرد. او به مکتب میرفت اما پول کتاب و لباس نداشت. شبها وقتی همه میخوابیدن محمد با یک چراغ کوچک درس میخواند. او همیشه میگفت من یک روز زندگی خانواده ام را تغییر میدهم. وقتی بزرگ شد شروع به یادگیری کار با کامپیوتر کرد. اول کسی به او اهمیت نمیداد اما او تسلیم نشد. سالها تلاش کرد و یک شرکت کوچک اینترنتی ساخت. بعد از چند سال شرکتش بزرگ شد و او به یک تاجر موفق و ثروتمند تبدیل شد. محمد اولین کاری که کرد این بود که برای پدرش یک دکان بزرگ و خانه خوب خرید. او میگفت من از کفاشی شروع کردم اما رویاهایم از طلا ساخته شد. پیام داستانی: یک پسر فقیر با تلاش و ایمان به خودش توانست زندگی خانواده‌اش را تغییر دهد. این یعنی شروع مهم نیست، ادامه مهم است. اگر تو هم رویا داری این داستان را تا آخر ببین و کانال قصه نگار را دنبال کن. #قصه نگار